دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 منتخب قرقیزستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی F شام پنجشنبه 5 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور نزدیک 18,000 تماشاگر دایر گردید. بازی با هجوم‌های مهمانان شروع شد و آنها در مدت 15 دقیقه برتری داشتند. بعداً تشبث را میزبانان به دست گرفتند. در دقیقه 41 بازی به نیم حمایتگر علیشیر جلیلوف که برای اولین بار در هیئت دسته منتخب تاجیکستان به میدان آمد میسر شد توپ را از جریمه‌گاه به دروازه مهمانان وارد نماید. در نیمه دوم دیدار حساب تغییر نیافت. گل یگانه به منتخب تاجیکستان پیروزی و 3 امتیاز آورد. در این بازی در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بجز از بازیگران باشگاه‌های فوتبالی کشور 4 لیگیونر شرکت داشتند. در نخستین بازی خانگی ما گل مهنتی زدیم و حساب را نگاه داشتیم. از همه اساسیش این است که ما صاحب 3 امتیاز گردیدیم و اکنون لحظه‌های خوب و منفی بازی را تحلیل می‌کنیم. از بازی هیچ گونه شکایت نداریم. چگونه که توانستیم همان طور بازی کردیم. دسته منتخب قرقیزستان تحت رهبری متخصص روسیایی الکساندر کریستینین مقابل منتخب تاجیکستان به میدان آمد. این مربی بعد از انجام بازی به خبرنگاران گفت دستش از عهده اجرای وظیفه‌ای در نزدشان بوده نبرآمد. در ابتدای نیمه اول دیدار ما خوب بازی کردیم، سیر حرکت بودیم، ولی در مابین قسم اول بازیمان خوب نبود. در نیمه دوم بهتر بازی کردیم ولی موفق نشدیم. در بازی اولین گروهی F منتخب مغولستان در میدان خود بر منتخب میانمار با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب در این گروه دسته های مغولستان و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. فوتبال بازان تاجیک بازی دومشان را روز 10 سپتامبر در مهمانی با منتخب مغولستان انجام می‌دهند.